سلام، امروز اومدیم آموزش 0 تا 100 پرش از جوب رو آموزش ببینیم. لطفا تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. لایک کامنت ها یادتون نره، آشیشگتونه. توبه میخوره زمین کف تهرون نابی سجده میکنه جلوم اسنوب داگی رو خط ما خوابیدم میگیره تلفن آتیش بهمون میشم مثل پیتون پاپیچ مثل قیصر میرم بالا هنو بالی با مثل کارلئونه میگیرم اکوباری پا دیگه باید بذاریم به جای ریه دوستش زندگی میکنیم این شهر و زیر پوستش ما اولسکول تر از آتاری دور زمین میچرخه صدامونه نگاگاری همیشه برنامه به راه پاس قاجاری من زنده این قاچاقی حالا دیگه رپ فارسی میتونه بهم بگه بابا بگو بینم خوابش دیده کی مثل ما حتی عکس میگیره تو کوچه هیتره با ما آخه پش میریزونه انگار شی بره کارو احترام بذار اسمم که میاد چون هرچی میخوام باید بشه قسمت نمیگم بی سپیدی با اینکه پرونده سیاست نداره مثل عرفان و خلبت یه ایران بخوام برسم تشت نفاز دور باری گازو بره تا تن نباشه ترمز برم تا که بباره نقد حساب پاره پست دور ما راهی گنده تن نخوری سر مورار دورم همه جا سمک که زیر زدم با باز همه چی اب که زیر لبم دعاست سر میز پخ که زیر دستم دعاست سرازیری بالا میری مقصد کجاست اجا اسمم میاد بگن حسم بیاد بعد یه ورس در میاد بگاد استر میاد رپ تو رو شستم میاد اکستر میلا کل هفته مستت میلا دافه میاد یه چی میگه یه چی میگیره یه چی میزنه یه چی میبره من حواسم به شهر دوشه دیگه یکی چیه یکی میمیره یکی میزنه یکی میبره شب دوازه ببر میام زلزله 200 ریشتر با یه موف پات میشی میدیم کیش به ریسپکت بدیم ما هم میدیم ریسپکت دیسپکت. خب برای اینکه شما بتونید از یه جوب کوچولو یا متوسط واسه شروع پرش بتونید بپرید، باید اول این تمرین رو بکنید که شما روی زمین صاف باید انجام بدید که وقتی تونستید بپرید بعد برید رو جوب. قتلمه ها. یه دونه جلو یه دونه عقب. برای بلند کردن جلو دوچرخه و عقب دوچرخه شما 1 ثانیه فرصت دارید. هر چقدر سرعتتون بیشتر باشه باید سرعت عمل بالایی داشته باشید. برای بلند کردنش یه تکه میزنید، زیاد نه، همینقدر میاد بالا و تمام. برای بلند کردن پشت خودتون رو اینجوری خم میکنید جلو و یه تکه به پشت میزنید. گاخمدش گاخته خم میشید به جلو و تکه رو میزنید. و بعد از اینکه شما روی زمین کامل حرفه‌ای شدید که دوچرخه رو بتونید بپرونید، باید بیاید روی جوب‌های کوچیک مثل این، مثلا از لاستیک دوچرخه ببینید دیگه اندازه شد 30-40 سانتی، خیلی کوچیک که اگه زمینم بخورید چیزتون نشه. روی اینا امتحان میکنید. فقط بهتون تاکید میکنم از کلاه ایمنی و زانوبند و اینا استفاده کنید که آسیب نبینید، خیلی مهمه اینا. و یکم اینا رو تمرین کنید، این جوبای کوچولو رو. بعد که رفتید یکم حس کردید مثلا حرفه‌ای تر هستید، برید یکم رو جوب‌های بزرگتر، مثلا 60 سانتی 70 سانتی، و بعد نهایتش دیگه 1 متر، دیگه جوبای 1 متری از اونا که اندازه دوچرخه خیلی بزرگن اونا رو بپرید. خب بچه‌ها، بعد از اینکه شما جوب کوچولوها رو تونستید بپرید، شما باید بیاید روی جوب‌های بزرگی مثل این. خیلی بزرگ نیست ولی خب برای پیشرفت شما بهتره. تقریبا یه 50 سانتی اینا، جوب 50 سانتی اینا پیدا کنید و بپرید از روش. قطع نکنی ها. خب رفقا، رسیدیم به آخرین مرحله. بعد باید بیاد سر جوب‌های 80 سانتی یا 1 متری که یکم ترسش بیشتره، خطرش هم بیشتره، ولی خب باید بپرید. برای اینکه اینجور جوبای بزرگ رو بپرید شما باید یه سرعت خاصی داشته باشید، یعنی هم سرعت خاصی داشته باشید هم سرعت عمل خاصی داشته باشید. جوبم تقریبا 1 متر 80 سانتی هست. باید فشار زیادی رو دوچرخه بیارید، هم جلوش هم پشتش، تا بتونید اینجا رو سریع و ساله بگذارید اونور. الان یه دونه میپرم، نگاه کنید. قتلمه.